سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. بازدید هیئت افغانستان از چندین شرکت و کارخانه بزرگ دولتی و خصوصی جمهوری بلاروس. بررسی روند کارهای جاری در سالنگ‌های شمالی و جنوبی توسط ملا محمد عیسی ثانی وزیر فوایدنامه. و رسیدگی به 107 قضیه مربوط به زنان در یک هفته گذشته در کشور. امروز شنبه 31 ماه اسد سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. هیئت افغانستان به رهبری مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری از چندین شرکت و کارخانه بزرگ دولتی و خصوصی جمهوری بلاروس دیدن کرده است. این کارخانه ها در بخش های پروسس غلجات، تولید مواد کیمیایی و غذایی، لبنیات، بوره، گوشت و ادویه های حیوانی فعالیت می کند. شرکت دولتی BNBK پروسس و ذخیره غلجات، تولید کودهای کیمیاوی و مواد غذایی، شرکت سهامی پنیرسازی اسلوتسک، کارخانه پروسس قند و شکر، کارخانه پروسس گوشت، کارخانه دولتی تولید ادویه های وترنری از جمله شرکت ها و کارخانه هایی که هیئت افغان از آنها دیدن کرده است. ملا محمد عیسی ثانی وزیر فوایدنامه همراه با یک تیم تکنیکی از روند کارهای جاری در سالنگ‌های شمالی و جنوبی بازدید کرد. و در این بازدید به مسئولان شرکت‌های قراردادی توصیه کرده است که کار پروژه ها با استفاده از مواد با کیفیت مطابق معیارهای تعیین شده و بر اساس برنامه‌های وزارت فوایدنامه پیش از فرارسیدن فصل زمستان تکمیل کنند. در حال حاضر در سالنگ‌های شمالی و جنوبی کار اسفالت ریزی، بتون ریزی، ساخت پل‌ها و پلچک‌ها و احداث دیوارهای استنادی با سرعت جریان دارد. بر اساس حکم عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله معینت خطاهن وزارت فوایدنامه به عنوان اداره مستقل تنظیم شد. بر اساس این حکم مولوی عبدالکریم فاتح معین پیشین تکنیکی وزارت فوایدنامه به عنوان رئیس عمومی اداره خطاهن تعیین شده است. و در آخرین خبر، وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت در یک هفته گذشته به 107 قضیه مربوط به زنان رسیدگی کرده است. با گفته این وزارت، محتسبین در این مدت 11 منازعه را حل، 9 دیگر را بازداشت و 500 نشست اصلاحی را نیز برگزار کردند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.